سلام دوستای عزیزم، به آموزش رایگان گیپور بافی دلشا لیس خوش اومدین. میخوام بحث آخر گل مینا رو با هم دیگه داشته باشیم، به خاطر اینکه بحث چالش انگیزی هستش و من یک مینای 6 گل برگه به شماره 343 بافتم و حالا باید بحث آخر رو بزنم. فاصله اول رو به صورت اغراق آمیز خیلی بزرگ گرفتم که در نهایت نتیجه کار رو که میبینید راحت تر متوجه بشین. خب داربست من به این شکله و من مینا رو به این صورت بافتم، گلبرگ آخرش رو، و حالا نوبت بست آخره. خب ما گل مینا رو به این صورت توی دستمون نگه میداریم و بست آخر باید در این محل خورده بشه. این میفته سمت راست داربست و برای اینکه بست آخر زده بشه باید بیفته سمت چپ داربست. پس برای اینکه این اتفاق بیفته و راحت تر باشه ما یک بار وقتی که به اینجا میرسیم، به این بست آخر میرسیم، گل مینا رو که به همین شکل تو دستمون قرار داره برعکس میکنیم. حالا این فاصله که در سمت راست قرار داشت رفته سمت چپ و حالا کافیه که اینو برداریم بیاریم نزدیک داربست قرار بدیم و به این ترتیب ما میتونیم اینجا بست رو بزنیم. پس یک بار دیگه نشون میدم. گل مینا به این صورت توی دست قرار داره. پس گل رو برعکس میکنیم به این شکل. حالا اینجا ممکنه یه حالت پیچ خوردگی داشته باشه، به این منطقه توجهی نکنین چون بعدش که بست رو بزنین درست میشه و فقط هم یه دونه پیچ داره. پس حواستون باشه 2000 تا پیچ ندین. گلی که به این شکل قرار داره رو ما برعکسش میکنیم و حالا این فاصله ای که قراره توش بست بخوره میگیریم و میاریمش کنار دار بست قرار میدیم. حالا من در اینجا میتونم بست رو بزنم ولی بست رو به این شکل نمیزنیم چون در نهایت نتیجه کار من باعث میشه یک پیچ در اینجا روی فاصله اول اضافه بشه. خب برای رفع این مشکل میل قلاب رو از بالا و از پشت این فاصله‌ای که دارم وارد فاصله میکنم و نه از رو. این نکته دومی هست که باید بهش توجه کنیم. نکته اول این بودش که گل مینا رو برمیگردونیم و میاریمش کنار داربست. نکته دوم میل قلاب از پشت این فاصله وارد میشه و فاصلتون کاملا صافه و هیچ پیچ و تابی نداره، کج نشده، یعنی اینطوری پیچ خوردگی نداره. یک فاصله رو کاملا مرتب بذارید و بعد میل قلاب رو از پشت وارد کار بکنید. حالا برای اینکه نخ داربست رو بگیریم ما مجبوریم میل قلاب رو بچرخونیم. وقتی میل قلاب رو میچرخونی فاصله خودش یک پیچ درش ایجاد میشه. این پیچ باید ایجاد بشه و فقط یک پیچ در اینجا ایجاد شده. پس من این فاصله رو به این شکل صاف داشتم، میل رو از پشت فاصله وارد فاصله کردم و بعد یک پیچ بهش دادم تا میل در بالا قرار بگیره و من بتونم نخ داربست رو از بالا بگیرم و حالا میتونم این بست رو اجرا کنم. بعد از اینکه بست رو اجرا کردین یه بار هم داربست رو چک بکنید برای اینکه قفل نشده باشه و بعد ستای آخر رو میبافم. اینم از گل مینای ما. حالا من باید گل مینا رو تموم کنم. نگاه کنید گل مینای من به چه شکلی در دست من قرار گرفته. در نهایت اینجا یه پیچ دارم و یک پیچ هم روی این فاصله خود به خاطر جابجا کردن میل قلاب ایجاد شده و حالا وقتی که من میخوام این حلقه رو جمع بکنم این پیچ ها خودشون باز میشن، یعنی من به محض اینکه این رو برگردونم و به این شکل قرار بدم و داربست رو جمع بکنم این پیچ ها درست میشن. یه دونه پیچ اینجا داشتیم و یه دونه هم در این فاصله پیچ
وجود داشت که حالا میبینید وقتی که نخ جمع بشه این فاصله اول هیچ پیچی نداره. در نهایت شما وقتی گل مینا رو میبافین فاصله اولتون باید به این شکل باشه، یعنی هیچ پیچ و تابی در اینجا نداره، هیچ علامت ضربدری توی فاصلش نیست که بعضی گل مینا رو میبافن ولی روی فاصله اولشون یه ضربدر میافته. شما به هر روش دیگه ای میتونین این بحث رو اجرا بکنین به شرط اینکه در نهایت فاصلتون به این شکل باشه و هیچ علامت ضربدر یا پیچ خوردگی در نهایت روی این قسمت مشاهده نکنین. خیلی گل مینا رو میبافن ولی این نکته رو رعایت نمیکنن. در نهایت آخرین بستشون از روی ضربدری که اینجا افتاده کاملا مشخصه، یعنی گل مینا رو بافته و حالا توی بست آخر به جای اینکه مرتب اینجا رو در بیاره فاصله رو با یه ضربدر وصل کرده به حلقه آخر. و حالا بعد از اینکه این کار تموم شد بست آخر رو هم زدین، نخ رو به ابتدای کار وصل بکنید و با سوزن توی کار قایمش کنید و به این ترتیب میتونید یک گل مینای خوشگل و مرتب داشته باشید. اینم از بست آخر گل مینا که مشاهده میکنید چقدر مرتب هست. امیدوارم که از این آموزش استفاده کنید و شاد و پیروز باشید.